Still is gone. Still I love her. It's getting late. So from my eyes gone to another place. We'll come right. We'll come right. Come back morning. Come back morning. Keep on sewing. These clothes are warm. سلام، من نیمام. خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. این ویدیو خیلی چیلی قراره باشه. کلا ویدیوی چنلم قراره فعلا ویدیوهای آروم و ریلکس و کی باشم، به خاطر که خیلی به خودم فشار آوردم توی پیج اینستاگرامم که مثلا سعی کردم ویدیوهام خیلی پرزرق و برق باشه. اینجا میخوام یکم کمترش کنم. من یه حرکت جدید واسه اتاقم زدم. اونم این بود که رفتم یه سری نور واسه اتاقم طراحی کردم. یکی واسه سقف بود، یکی اینو زدم، یه دونم یه یه جغد دیگه بود که واسه دیوار بود، اونو طراحی کردم. بعد که نور اتاقو یکم تغییر دادم، این فکر به ذهنم رسید که چرا کلا نیام دیزاینش رو یکم تغییر بدم، یعنی یکم کاربردی تر کنم اتاقمو، چون خیلی ساده بود. بعد اومدم این چوبا رو خریدم، شلف طراحی کردم واسه اتاق که مثلا کتابا روش بذارم و 4 تا چیز بامزه بذارم که اتاق مثلا خوشگل تر شه. بعد همینجوری که رفت جلوتر دیدم نیازام بیشتر، یعنی مثلا شلفو که زدم کتابا رو روش گذاشتم دیدم خالیه باز و روح نداره. واسه همین رفتم یه سری گل و گیاه خریدم که حالا اینجا گذاشتم. اینا گلاییان که گرفتم، این سعی کردم یه سریاش مثلا کوچیک باشه، یه سریاش بزرگتر باشه. دو تاشو سعی کردم اینجوری باشه که حالا هم بزرگترم میشن، حالت آویزون داشته باشن که بیان روی مثلا قفسه پایینی. ولی به یه مشکلی برخوردم. اون این بود که مشکل این که این گل بزرگا رو طبقه بالایی بذارم این بود که اصلا طبقه بالایی توی تصویرام دیده نمیشد. برای همین اومدم گفتم که مثلا بذارمش روی پایینی و اون گل کوچیک‌ترا رو، اونایی که روی بالا رشد میکنن رو بذارم رو همون طبقه بالا، صرفا واسه اینکه اتاق قشنگ‌تر بشه. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. الان کلا حس بهتری دارم به اتاقم، یعنی حس کوزی تری داره، یکم زنده تره. بعد بازم ولی جا داره، یعنی مثلا من احساس میکنم یه سری قاب اگه بیاد اونجاها و مثلا این فضا رو پر کنه خیلی خوشگل تر میشه. حالا یه چیز دیگه هم که یادم اومد این بود که من یه آباژورم سفارش دادم، به خاطر اینکه همون اول یادش افتادم گفتم هم از نظر نوری نیاز داره اتاق که یه نور دیگه هم داشته باشه مثلا توی شبا، همین که از نظر بصری هم کلا قشنگ‌تره دیگه. مثلا آباژور رو کنار این دیواره بذارم زیر این شلفه، به نظرم بامزه میشه باز. این قشنگ استایل موتور و رفتن به بازاره. بعد فقط اینو میتونم بپوشم. نگید دیدین من هر وقت میرم بیرون لباسم اینه، به خاطر اینه که تنها لباسی که گرما رو قشنگ بهم میده روی موتور همینه. طبق سرچی که من کرده بودم قرار بود اینجا قاب عکس گیر بیارم که اصلا آخرین چیزی که فکر کنم اینجا پیدا شه قاب عکس. اوکی، الان یکی بهم گفت که میتونی 4 راه گلبندک بری اونجا گیر بیاری. فقط باگش اینه که من مثلا سرچ هم کردم مثلا 4 راه گلبندک روی مپ وجود نداشت. اینش خیلی عجیب بود. من الانم دارم اشتباه میکنم. باگ بازار اینه که خودت میدونی از کجا اومدی تو ولی نمیدونی از کجا باید برگردی بیرون. مخصوصا منی که مثلا میرم توی پاساژ هم نمیدونم الان مثلا ماشین رو سمت چپ گذاشته بودن یا سمت راست. چپ راست. Well, I found the way out. Finally found the way out.
بردارم. این خوشگله فکر کنم یه میبرم. نمیدونم من که نیاز نداشتم ولی صرفا احساس کردم باید بخرم. ولی موزیک هم داشت میزد کنارم تاثیرگذار شده بود صحنه دلم کار خیر میخواست. Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two. ببین من آدم پاساژگردی هستم کاملا خیلی زیاد، یعنی پاساژگردی رو خیلی دوست دارم ولی بازار نمیام اصولا، حالا نه فقط این بازار کلا، ولی نمیدونم یه جورایی اینجا احساس زنده بودن میکنم، یعنی حالم خوب شده اومدم. خیلی عجیبه با اینکه خیلی شلوغه و اینا ولی اصلا احساس میکنم همون شلوغیش واسم جذابه. من امیدوارم گوشیمو نزنم. پیدا کردم فقط این چه اینجوریه؟ خیلی ربطی به اون چیزایی که من این قهوه‌یا بد نیستن، نمیدونم باید دستسازه اینجا. اینا خوب باشن، این زیادی بزرگی. قهوه‌ای هم هست رنگی. چرا ولی تصمیم گرفتم همش رو سفید بگیرم. احساس کردم سفید چیزیه که حداقل با طرها بعداً بیشتر میتونم بازی کنم. این طرحایی که توشون قراره بذارم فکر کنم با سفید بهتر ترکیب بشن. بعد کلا تم اتاق داره میشه سبز که گیاه، سفید که هم گلدوناست هم فریماست، قهوه‌ای که حالا قهوه‌ای چوبه کاملا، قهوه‌ای روشنی که واسه شلفاست. میخواستم قهوه‌ای هم تو اینا بگیرم ولی خوب نبودن اصلا قهوه‌ایاش. One more note, one more breath, one more go is all I get this time around. One more night to sing a song, see the light dance along an empty floor I've come to know quite well. I've been lost underneath its spell, just for now, bid to you farewell. آقا تو رو خدا نگاه کن، اتاقمون خیلی جذاب شده، یعنی انقدر ذوق کردم وقتی دیدم اینجوری شده. اصلا فکر نمی‌کردم قبل از این واقعا اتاقم اصلا یه چیز دیگه بود. من نمیدونم چجوری داشتم تو زندگی می‌کردم ولی الان اصلا فقط یه اتفاق نیفتاد دیگه. لعنتی دیجیکالا قرار بود که اون آباژوری که سفارش دادم و تا دیروز بیاره ولی نیورده. مثلا همین آباژوری که قرار بود مثلا اینجا باشه رو نداریم تو این ویدیو، ولی اصل داستان اینا بود که باید خودم اوکیشون میکردم، چوبا رو خودم خریدم، بریدم، یعنی خودم که نبریدم ولی بعد اینا رو زدیم، دیوار رو سوراخ کردیم، دریل‌کاری کردیم، گلدون رفتم خریدم، قاب و جداگونه خریدم، عکس‌ها رو سلکت کردم خودم و رفتم چاپ کردم. اینا همه پروسش رو واسم جذاب‌تر کرد، نتیجهش واسم خیلی قشنگ‌تره و واقعا بابتش خوشحالم. حالا بازم تو ذهنم قطعاً چیزای دیگه میارم، کارهای دیگه میخوام بکنم. بعد میگم آباژور هنوز نیومده. اتفاقات
اتفاقات باحالی قراره بیفته. ولی مرسی که توی این ویدیو با هم همراه بودین و این مسیر رو دیدین. اولشون شلفا و اینا رو میدونم توی ویدیو، یعنی اصلا ویدیو نگرفته بودم چون برنامه‌ای واسه این ویدیو نداشتم، خیلی اتفاقی همه چی رفت جلو. ولی از این به بعد ویدیوهای باحال داریم. خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارین، کامنتاتون رو میخونم. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدافظ. This time around, this time around.